مژده میای زودتر از اینجا بریم؟ آره بریم، ولی تو چه شده بابا؟ از صبح تا انگار با خودت هم دعوا داری. نمیدونم، همش حس میکنم این علی داره بهم خیانت میکنه، همش به شک دارم بابا. چه میدونم بابا خل شدی تو دختر، شک چه کوفتیه؟ بعد که همش داره میره دنبال کارش، زندگیش، اینجوری خودتو نابود میکنی فاطمه. ببین این یه سری اشتباه داشته، یه سری کارا کرده که اصلا من نمیتونم، نمیذاره که بهش شک نداشته باشم. تو الان نگاه کن، 2 ساعت پیش زنگ و پیامی از طرف من جواب نداده، با اینکه امروز تعطیل بوده، جمعه است. بابا گیریم تو راست میگی، گیریم داره یه کاری میکنه، ولی ما تا نفهمیم واقعا داره کاری میکنه نمیتونیم بریم الکی فوشش بدیم که. بعدش هم ببین امروز اومدیم بیرون، روزمون رو خراب نکن دیگه. یه بنده خدا یه حرف خیلی قشنگی میزد، میگفت تا حالا شده تو رخت خوابت سوزن گم کنی، تو صبح استرس داری سوزنه نره تو دست و پام، نه پیداش میکنی خیالت راحت بشه، نه میتونی شب راحت بخوابی. شک به آدم‌ها دقیقاً همینجوری ذره ذره وجودت آب میکنه، اصلا نمیذاره آروم بشی. فاطمه فکر کنم سوزن پیدا شد. این کلیپو دیدی؟ ناراحت کننده بود. میخوای بدونی لوکیشن طرف مقابلت کجاست؟ پس با ما همراه باش.